برخی مجموعه‌های تلویزیونی کشورهای شرق آسیا در میان مردم ما طرفدارانی برای خود دست و پا کردند. سالها پیش سریال سالهای دور از خانه و این روزها سریال افسانه جومونگ مخاطبان بسیاری را به پای گیرنده های تلویزیون نشانده است. حمله کنید! شما سریال جومونگ رو نگاه میکنید؟ بله. خوشت میاد از این سریال؟ بله خوشم میاد. چیه این سریال جذاب بوده براش؟ این سریال به خاطر با همین اصل و اینا قدیمی بوده، به خاطر همین جذاب‌تره، جوونا دوست دارن. ماجراجویانه است، یه هیجان داره. دوش هم دیدم. باریکلا. سه‌ش و چهارش هم دیدم. نه بابا. والله. حالا سرکاری زیاد شد. چرا سرکاری؟ عاشقشم اتفاقا. خوشم نمیاد. وقتی این قسمت رو نگاه میکنی خیلی مشتاق قسمت بعدی هم ببینی. اگه مسافر از باشم خودمون میرسونم خونه. کدوم شخصیت رو بیشتر خوشتون اومده تو این سریال؟ از خود جومونگ و این خانم دومش که پیدا شده. یه قهرمانیه که همه دوست دارن که یه همچین فردی باشن، بتونن که به همه مردمایی که مثلا ستم دیده هستن کمک بکنن. تا سریال‌های ایرانی خوبی داریم، عالی داریم، چرا بریم سریال‌های مثلا کره‌ای و ژاپنی رو ببینیم؟ در گذشته امپراتور گوما رو از صمیم قلب تسلیت میگم. اما به هر حال افسانه جومونگ به یکی از پربیننده ترین مجموعه های تلویزیونی تبدیل شده است و این دلیل بهانه خوبی است برای گفتگو با سونگ ایل گوک. Hi Mr. How do you do? Welcome to Iran. Can you speak English? A little. My English is very poor. Sorry. I want to have a comparison between your personality and Jomung. 사실 뭐 비교한다는 것 자체가 뭐 말이 안 되죠. 왜냐하면 주몽은 영웅이니까 저를 그 영웅에 비교하는 것 자체가 뭐 말이 안 된다고 생각합니다. 근데 چجوری شهر برم؟ بی‌نظیره. 뭐 여러 가지가 있겠지만 일단 그런 영웅의 얘기, 영웅의 성공담 그런 것들이 좀 많이 어필했던 것 같고요. 특히나 이제 남자 시청자한테 많이 어필했던 것 같고, 그리고 뭐 부모를 공경하거나 어른한테 이제 어떤 그런 문화 자체가 좀 비슷한 그런 것들, 그런 거가 또 하나의 또 성공 요인이 아니었나. 무엇보다도 일단 재미있기 때문에 많이들 봐주시는 거겠죠. شما به خاطر کار شبانه روزی باید خسته شده باشین. Above all, he thinks that this is interesting story. This is appealing, attractive. Have you seen this series in Iran or in Korea? I saw myself in Korea, and I found here more interesting because the dubbing players were putting more active and viability in terms of appealing to Iranian audience. So I intentionally introduced these two people to meet together today. اگه گوگوریو و بویو یکی بشن مطمئناً بر امپراتوریان پیروز میشن. آقای باشکندی دوبلور آقای جومونگ هستن. صداشون رو دیدن چقدر به نظرشون شبیه هست؟ 100%. 그래서 주몽이 이란에서 이렇게 크게 성공할 수 있는 하나의 요인이 실제 목소리보다 더 멋있게 내주셨기 때문이 아닌가라고 생각해요. 진짜로 아까 들어보니까 아까 제가 처음 여기 와서 들었거든요. 근데 정말로 이건 그 앞에 계셔서 하는 말이 아니라 제 목소리보다 더 훌륭하게 해주시더라고요. 그리고 제가 깜짝 놀랐던 거는 저뿐만 아니라 다른 모든 연기자들의 목소리가 실제 배우 목소리처럼 똑같이 하시더라고요. 특히나 소선호는 본인이 하는 것 같았어요. 그러니까 저보다 더 멋있게 하셨고 소선호는 꼭 본인이 이란 말을 하는 거예요. 저 깜짝 놀랐어요. 진짜로. همشون با عشق بازی کردن. منم واقعا با عشق این فیلم رو دوبله کردم. درسته کاستی هایی هم داشته، چه توی حالا من با کارگردانه دیگه هم صحبت کرده بودم، اعزام میکردم مثلا سیاه لشکر اصلا نداره این سریال، به جای 20,000 نفر از 200 نفر استفاده کردن. هرگز تصور نمیکردم عمق ناراحتی بیریه و اونجا چقدره. من فکر میکنم یکی از دلایل موفقیتش نزدیکی فرهنگ ما باشه بهشون، چون من دقت میکردم توی کل سریال خیلی چیزا رو رعایت میکردن که
در فرهنگ ما هم حائز اهمیت هست. یه جمله مردم ایران بگید، بیننده هایی که شما رو میبینن بیشتر جوون هستن و اکثرا شما رو دوست دارن. من ایران رو دوست دارم.